خبر تو خبر داره براتون. از ترکیدن تحریم ظریف و ترکیدن بادکنک دولت اعتدالی. مم جواد ظریف که اولش میخواست خودش رو خونسرد نشون بده، النهایت دلش طاقت نیاورد و اعتراف کرد که با این تحریم بوی الرحمن رژیم بلند شده. تحریم وزیر خارجه یعنی چه؟ یعنی شکست در گفتگو، یعنی شکست در دیپلماسی، یعنی مخالفت با گفتگو. آمریکا اقلا میخواد زورمداری بکنه، میخواد یک جانبه گرایی بکنه، میخواد دنبال تغییر رژیم بره که نمیتواند و نخواهد توانست. هر کاری میخواد بکنه اقلا بگه چی کار میخواد بکنه، نگه مذاکره. ظریفی که یه زمان چپ و راست از مذاکره حرف میزد و جام زهر به عظما تعارف میکرد، حالا فهمیده که کار تمومه، حسابی قاط زده. حکایت این باباست که میخواست با تردمیل لاغر کنه، اما وقتی دید به جایی نمیرسه افتاد به جون تردمیل. اما این سخنگوی هراسون دولت شیخ فری تعارفات رو کنار گذاشت و از وضعیت نظام و تهدید دشمنای اصلی پرده برداشت. به نظرم هیچ دوره این گونه کاخ سفید علیه ایران بسیج نشده بود. هیچ دوره این گونه براندازان اسلحه به دست داخلی در کاخ سفید حضور نداشتند. اینطور که پیداست عظما بدجوری تو تله گیر کرده و به این سادگی هم از مصیبتی که گرفتار شده بیرون نمیاد. این داستان ظریف یه چیز دیگری رو هم ثابت کرد و اون اینه که دوران مماشات بازی و این حرفا سپری شده و حالا برای دنیا هیچ تفاوتی بین پاسدار سلیمانی و مم جواد ظریف وجود نداره. تیویریش هم با پخش این تصاویر زیر همین نکته مهم خط کشید. نام وزیر امور خارجه ایران را هم به فهرست طولانی تحریم شدگان اضافه کردند. درست فهمیدن که در این آب و خاک سردار سپاه و سردار دیپلماسی دو روی یک سکن. اما بشنوید از شیخ فری که طبق معمول به قمپوز در کردن رو آورد و تحریم ظریف رو نشونه عظمت نظام توصیف کرد. از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید. من که هرچه نگاه میکنم این چیزی جز عظمت ملت ایران و دولت ایران چیز دیگری نیست. این هم احساس عظمت میکرد ولی به چنین روزی افتاد. حالا با جلوه دیگه از همین عظمت ولایی آشنا بشید. هر چقدر فشارها بیشتر میشه جنگ و دعواهای درونی نظام هم بیشتر میشه. حکومتی به نام اسلام سرکار مردم انتظار داشتن شؤون و شروع زندگیشون اسلامی بشه. شما داری چیکار میکنی؟ غلط کردی رفتی تو شورای شهر زد و بند میکنی، بیجا کردی رفتی توی مجلس به دنیای خود و اطرافیانت استخدام کردن این اون و پارتی بازی های این اون داری برداشتی، بیجا کردی رفتی شدی در صحبتی داری تو دنیای خودت متبر بشی. ما مسئولیت داریم، غلط کردی تو این مملکت مسئولیت داریم. ما آماده ایم تا مفسدین درون حکومت که ریشه نهاده در مقابل دنیای حقیر و ناچیزشون به حال بابای الهی تمامت بگیم. البته اینا حواسشون نیست که سیبل اصلی تو همین جنگ و دعواها خود عظماست. 너 눈에 뵈는 게 없구나. 야! 어머. تو این وضعیت بحران‌ها اساسی تو نظام بیخ پیدا کرده و کار به جایی رسیده
که تیویریش برنامه درست میکنه تا درباره شبهاتی که راجع به ولایت فقیه تو جامعه هست فک بزنن. شما دیگه خودت تا ته داستان رو بخون. نیستش که بگیم امام خمینی اومده از خودش ابداع کرده یه چیزی رو. نه حضرت امام چی کار میکنن؟ حضرت امام فضای بحث ولایت فقیه رو از علم فقه منتقل میکنن به علم کلام. وقتی میارن در علم کلام یه مقدار عمومی پسندتر میشه، یه مقدار عقل پسندتر میشه، عام فهمتر میشه. به این دلیل یک نوآوری جدی ایشون در تئوری ولایت فقیه داشتن و مهمتر از اون این که چون در مرحله عمل حضرت امام این تئوری رو موفق میشن پیاده سازی بکنن، خب به نام ایشون این تئوری شناخته میشه. این برنامه را هم درست کردن تا به سوالاتی که راجع به ولایت فقیه هست پاسخ بدن، اما بیننده هاشون اینطوری میپیچوننشون. فرمودین که آقای امام زمان وقتی زنده هستن نیازی به جانشین ندارن، درسته؟ این کلمات خودتون رو خواستم بگم. بله. پس ولایت فقیه چیه؟ اینی که هستش، من مثال ساده برای شما بزنم. در زمان امیرالمومنین علی بن ابی طالب حضرت به اصطلاح امام زمان بودند، حاکم کل بلاد اسلامی هم بودند. یک شخصی از علمای اصحابشون رو جناب مالک اشتر رو حاکم برای کشوری قرار دادن. یعنی امام زمان میتواند حاکم کشور کرد اصحاب خودش قرار بده. میخواید بحث رو به صورت دیگه بکشونید. ما گفتیم امام، ما دقت کنید، من گفتم وقتی مالک اشتر ارتباط ندارد و میتواند حاکم بشود، اونم در زمان خود حضرت. خلاصه این که این روزها تمام لگدها به فک ولی فقیه ختم میشوند. بازار برنامه‌های بسیجی خرکنم حسابی داغه و با این نمایش‌های مسخره میخوان به نیروهای وحشت زده‌شون دل بدن. حالا که این موشک در حالت وضعیت به قول شما قرار گرفت، اصلا دوست ندارم جزو کشورهایی باشم که بخوام ایران رو با وجود همچین سامانه‌ای بخوام تهدید بکنم. واقعا به خوفش چندین برابر اضافه شد. هنوز باد قبقب این مجری تیویریش نخوابیده بود که خبر سقوط یکی از جنگنده های عظما خوف بسیجی ها رو چند برابر کرد. یکی نیست به این جماعت بگه شما چرخ پرایدتون رو صفر بچسبید که در نره، ارسال موشک خوف‌انگیز باشه طلبتون. یکی از تأثیرات فشارها در نظام ولایت بالا بردن دوز مشنگیسم در مهره‌های رژیمه. یعنی همشون از دم زدن تو کار توهم و از این هزیون‌ها میگن. اما مطمئنیم با مقاومت فعال ما آمریکا رو تسلیم میکنیم و انشالله او رو به زانو در میاریم و سالهای آینده سالهای تضعیف آمریکا در منطقه ماست. این شرایط تحریمی بهترین شرایطی است که ما برگردیم اقتصاد رو درست کنه. این حجت الاسلام آب دزدک هم این دم آخری به فکر تبلیغ واسه نظام افتاده و از مردم سالاری دینی دم میزنه. نظام مردم سالاری دینی برای مردم جهان نو بود، اما امروز مردم دنیا با تشکیل این نظام توانستند واقعیت مردم سالاری دینی رو درک کنند. این هم یه تصویر شماتیک از مردم سالاری دینی مدل آخوندی. اما رکورددار مشنگا این دایناسور عضو مجلس خبرگانه که نظام پا به گور ولایت رو یکی از قطب‌های قدرت دنیا معرفی میکنه و باقی رقبای مشنگش رو جا میذاره. انقلاب اسلامی رسید به مرحله مواجهه. اونا که سختگیری کردن، درگیر شدن، شیطنت کردن، رسید به مرحله اشغال لانه جاسوس. انقلاب وارد فاز جهانی خودش شد، امام انداختنش تو فاز جهانی، از مرزهای خودش عبور کرد، یه قدرت نرم ایجاد شد در جهان. به تعبیر حضرت آقا دو قطبی جهان شد سه قطبی.
قطبی کمونیسم لیبرال دموکراسی شد، قطب سومش شد قطب اسلام به پرچمداری جمهوری اسلام. تو این درگیری یک قطب شکست خورد، کمونیست‌ها حذف شدن. امام نامه پایان تاریخ رو در 10 سالگی پیروزی انقلاب به گورباچوف نوشتن. 10 سال هنوز از عمر انقلاب اسلامی نگذشته بود. درسته؟ یکی از رقبای بزرگ شکست خورد. رقیب دومم که لیبرال دموکراسی است که رقیب تمدنی ماست، الان در معرض سست شدن و افوله. پس بنابراین ما قدرتمندتر شدیم، یعنی اسلام. فعلا که این قطب قدرت دنیا حسابی تو تله اتمی گیر کرده و پخ کنی زهر ترک میشه. جایزه چاخانترین مشنگ هفته هم به پاسدار سلامی تعلق میگیره که میگه 2533 پروژه رو در یک روز افتتاح کرده. کل 24 ساعت میشه 1440 دقیقه. یعنی اگه هر 30 ثانیه یه پروژه رو افتتاح کرده باشه، بازم تو 24 ساعت زمان کم میاره. به امروز حدود 9500 پروژه محرومیت زدایی تعریف شده که امروز 2533 تا از این پروژه ها رو ما افتتاح میکنیم. حالا بشنوید از بزبز قندی که طبق معمول مرزهای جفنگویی رو در نوردیده و اسم جنایت ها و خیانت های امام گور به گور شده رو بصیرت و مدیریت میذاره. شما ببینید امام ولی سر این دوراهی قرار نگرفت، امام همه رو سر دوراهی قرار داد. امام اتفاقا به تمام روشنفکرها، احزاب، جریان‌ها گفت شاه رو میخواید یا ما رو؟ هیچ کس نمیتونست بگه ما شاه رو میخوایم که. یعنی امام اجتهاد یعنی ای، خلاقیت یعنی ای، مدیریت صحنه یعنی ای. امام یک کاری که تمام گروه های چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، همه مجبور شدن بگن که آقا خیلی خوب جمهوری اسلامی هرچی شما. این هم تصویری از شیوه های مدیریت و بصیرت امام جانی شد. در انتها توجه شما رو به شیرینکاری یه هموطن جلب میکنیم که در نوع خودش جالبه. گربه. شاهد باشین که این صدا با دست با دهن نیست و دارم الان همزمان حرف میزنم و اینم میو میو میکنم. حالا یکم دیگه اگه صدای گربه رو ادامه دیم من نزدیک بگیرم. بله متشکرم. صدای بعدی صدای بچه، گریه بچه. نه بابا گریه نکن. بگو ماما، بگو بابا، عمو بگو.